سلام دوستای عزیز، سارا هستم و خوشحال هستم که با یک ویدیوی جدید در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین و ویدیو براتون مفید باشه. میخوام که از کامنت های بسیار زیبا با محبتتان سپاسگزاری کنیم. ما امیدوار هستم که لایک، سابسکرایب و شیر فراموشتان نشه دوستای عزیز. لایک کردن شما بسیار زیاد مهم است دوستای عزیز، لطفاً فراموش نکنین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبای استاد زلاند عزیز می باشه. دوستای عزیز، من میخوایم که یک تشکری بسیار خاص داشته باشم از دوستای ما که ممبرشپ خریدن از این کانال. اینا با کمکی که ماهانه میپردازن، یعنی باعث از این میشه که کانال دایی میشه. یعنی اگه تعدادشون زیاد شود دوستای ما که به این کانال کمک کنن، این کانال میتونه دایمی باشه دوستای عزیز، تا که ما اگر بتونیم که مصرف از این تمام ویدیوها که در خدمت شما تهیه میشه اگر ما بتونیم پرداخته، ما میتونیم که دوامدار در خدمت یکی دیگه باشیم، برای یک دیگه خود یاد بتیم، برای وطن خود، برای لسان خود، برای کلتور موسیقی خود ما یک کمک کرده باشیم دوستای عزیز. من امروز در سر موسیقی کار میکنم. این آهنگ از استاد زلاند عزیز است. البته من نمیفهم که شعر از کی است و همچنان کمپوزش هم نمیفهم که از کی است. اگر شما میفهمیدین دوستای عزیز، لطفاً ما را همچنان در جریان باشین. البته ایده یک ماه یا 2 ماه پیش بود یکی از دوستای میره فرمایش دادن، چون که ما او وقت مصروف یک اسکیل دیگه بودیم، از او خاطر ما ایره گذاشتیم برای امروز. و این آهنگ ما میخوایم که اول شعرش بخونم برای که این شعر زیبا شما بفهمین پیش از اینکه ما آهنگ شروع میکنم برای آموزش. زمهتاب صفای شامگاهان، طبیعت مست و عالم بود شادان. نشستم روی سنگ بر لب آب، ز غوغای دل دریا خروشان. با امیدی که آیی مرا گفتی بپا در انتظارم. ما یک انتریش کار میکنیم که قسمی است که بدیدم آمدی ای سرو آزاد، گذشتی از کنار عاشق زار. به هر جانب نظر کردی فراوان، مگر من بودم آنجا محو دیدار. با امیدی که آیی مرا گفتی بیا در انتظارم. بسیار زیباست دوستای عزیز. میریم و ایره شروع میکنیم. دوستای عزیز، همونطوری که میفهمیم دوستای عزیز که ما که آل ما مصروف تات کماج هستیم. تات کماج اصلا کماج است. خب کماج بعضی تلفظ میکنن، اصلا کماج است. در تات کماج یک نوت ما، یعنی نوت نیما، فلت و یا کومل است. ما در ویدیو آخری تات کماج از سی تشریح کردیم، ولی ما آهنگ میخوایم که از دی بخونم، به خاطر از اینکه نوتی که ما با استفاده میکنیم بسیار پایین میشه و این زیبا نمیباشه قدر برای خواندن. از اینجا اگر ما نوت های تات کماج نشان بدیم، قسمی است که گفتیم تنها نی ما کومل و یا فلت است. ری گا ما پا دانی سا. این تات کماج بود دوستای عزیز. آهنگ از اینمی دی میجر کورد شروع میشه، اما فرست انورژن اینمی نوت پا میاد در لاور اکتیف. اینطور آهنگ توسط انترلود، یا البته انترو نداره آهنگ، توسط انترلود شروع میشه، یعنی موسیقی که در بین آیستایی و انترسته، امروی موسیقی آهنگ شروع میشه و ملودی اصلا از اینمی F میجر کورد است، اما فرست انورژن پا می از اینجا ده اینجا اینطور و ملودی از پا شروع میشه از لاور اکتیف.
اینمی ملودی تمام آهنگ از دوستای عزیز. امرا یک انگشت میره بسیار آهسته می نوازم دوستای عزیز. وقتی که آدم آهسته می نوازه مشکل است، یعنی من پنجه آدم آسان تر است که آدم تیز بنوازه. خب من بسیار کوشش میکنم که بسیار آهسته باشه. آهنگ دوباره به می دی میجر کورد استارت میشه و خود آهنگ هم همچنان از اینمی کورد، یعنی فرست انورژن از دی میجر کورد که فرست انورژنش است، از اینمی اینجا آهنگ هم شروع میشه و آهنگ هم همونطور مثل میلودی وارد از این پش شروع میشه از لاور اکتیف. زمهتاب به صفای شامگاهان، طبیعت مست و لنبود و شادان، نشستم روی سنگ بر لب آب، ز غوغای دل دریا خروشان، با امید که آیی مرا گفتی به پا در انتظارم، با امید که آیی مرا گفتی به پا در انتظارم. آهنگ دوباره سرزمی دی میجر کورد استارت شد. امرا یک انگشت زمهتاب به صفای شامگاهان، طبیعت مست و لنبود شادان، نشستم روی سنگ بر لب آب، ز غوغای دل دریا خروشان، با امید که آیی مرا گفتی به پا در انتظارم، با امید که آیی مرا گفتی به پا در انتظارم. خب میلودیشه که پیشتر کار کردیم. انتریش هم از اینمی کورد شروع شده، همی خود دی میجر کورد و ای از فرست انورژن است که دی از اینجا رفته در های اکتیف. اینطور البته از اینجا میتونین بخونین هر قسمی که انگشتای شما درست تر است، اما اصلا اینطور آساده تر میشه. بدیدم یعنی آهنگ از اینمی دی میجر کورد است، یعنی اما آهنگ انتره از پش رو میشه و این دفعه در شروع از پش رو شده بود از لاور اکتیف، این دفعه از پای میدل اکتیف شروع میشه. بدیدم آمدی ای سرو آزاد، گذشتی از کنار عاشق زار، به هر جانب نظر کردی
با امید که آیی، با امید که آیی، مرا گفتی بیا در انتظارم. خب برای یک انگشت یک کاتکای زیباست. بدیدم آمدی ای سرو آزاد، گذشتی از کنار عاشق زار، به هر جانب نظر کردی فراوان، مگر من بودم آن جا محو دیدار. با امید که آیی، مرا گفتی به پا در انتظارم. دوستای عزیزی تمام آهنگ بود. خدا کنه که من درست دانسته باشم در خدمت شما این ویدیو رو آماده کرده باشم. این ریتم از این آهنگ دوستای عزیز 6/8 تایم سیگنیچر است، یعنی که در هر بار ریتم 6 تا نوت 1/8 قرار داره که میگیم ما افغانا میگیم که دادره، یعنی دادی سلوسته، تمپوی سلوست که ما میریم در دادره را تمرین میکنیم دوستای عزیز. زمهتاب به صفای شامگاهان، طبیعت مستان لمبود شادان، نشستم روی سنگه بر لب آب، ز غوغای دل دریا خروشان، با امید که آیی، مرا گفتی بیا در انتظارم. با امید که آیی، مرا گفتی بیا در انتظارم. بدیدم